خب برای اینکه بخوایم انجینیکس و پی اچ پی با هم کانفیگور کنیم، روی در واقع یه دونه ویندوز ماشین هستیم. کاری که میکنیم عملا کار زیاد سختی نیستش. خب باید پی اچ پی داشته باشیم، باید انجینیکس رو داشته باشیم و میریم توی فولدر انجینیکسمون و یه اسکریپت اینجا درست میکنیم. خب من اسمشو گذاشتم چی؟ start php cgi.vbs. vbs ویژوال بیسیکه برای مایکروسافت، زبون برنامه نویسی و به این صورته که من اگه با وی اس کد بازش بکنم، این اسکریپت چیکار میکنه برای ما؟ خیلی ساده در واقع میاد و یه شل برامون از آبجکت شل درست میکنه برامون و در واقع توی CMD برامون ران میکنه این کامندا رو. خب حالا این کامند مسیریه که در واقع PHP CGI من وجود داره. خب شما باید مسیر PHP CGI خودتون رو بذارید اینجا. یعنی چی در واقع؟ یعنی باید بیاید توی جایی که PHP رو در واقع گذاشتید فولدر PHP تون هست، یه فایل هستش به نام PHP CGI. خب کجاست ایناش؟ اینه، میبینید این PHP CGI باید ران بشه برای اینکه انجینیکس بتونه در واقع بشناسه فایل های PHP تونو. خب و اینجا قرار میدید اون مسیر خودتونو و ما میایم روی پورت در واقع لوکال هاست پورت 9000 این PHP CGI رو ران میکنه. حالا پورتش رو میتونید تغییر بدید ولی خب بذارید 9000 باشه دیگه، چه کاری. و این پایینم اومدم چیکار کردم؟ انجینیکس رو صدا کردم. خب انجینیکس رو ران کردم در واقع. اوکی، حالا این اسکریپت ما نوشتیم به چه دردمون میخوره؟ به این دردمون میخوره که ما این اسکریپت رو میایم ازش یه شورتکات درست میکنیم، در واقع کپی میکنیم. اول کپی کنید و بعد میاید دکمه ویندوز آر رو میزنید و چیکار میکنید؟ اینجا مینویسید شل دو نقطه استارتاپ. اوکی، شل دو نقطه استارتاپ، این شکلی شل دو نقطه استارتاپ و اینتر میزنید. خب اینتر که زدید یه پوشه براتون باز میشه، یه فولدر براتون باز میشه و میایید اون فایلی که کپی کردید و کلیک راست میکنید، شو مور آپشن رو میزنید و اینجا پیست شورتکات رو میزنید. حتما باید شورتکات پیست کنید، کپی پیست نکنید، حتما باید شورتکات باشه. اوکی، شورتکات. این هم از این چیکار میکنه در واقع؟ این در واقع هر وقت که سیستم شما بالا میاد این اسکریپت ران میشه و کاری هم که میکنه بهتون توضیح دادم چی بودش. این از این تا اینجا. پس ما نیاز داشتیم که انجینیکس همون بیاد بالا و بعد PHP CGI بیاد بالا. خب من بیام و این دوتا رو جابجا بکنم، فکر کنم بهتر باشه. اکستنشن ویم ندارم، من دارم، به چرا کار نمیکنم؟ خب دوتا رو جاشون بذاریم بالا، عوض کنیم که اول انجینیکس حالا رام بشه بعد در واقع PHP CGI رام بشه. خب اینم از. و کار دیگه که ما باید بکنیم چیه؟ اینه که بیایم توی انجینیکس، فولدر انجینیکس و پوشه کانف. اوکی، پوشه کانف و بعد قسمت چی؟ انجینیکس کانف. اینو تو ویژوال استودیو وام میکنیم. خب اینجا باید یه سری تغییرات بدیم. تو بخش سرور، تو زیر مجموعه لوکیشن، این لوکیشن روتمون هست که بای دیفالت میره پوشه HTML رو در واقع میاره که این پوشه هست و فایلای ایندکس هم فایلای وبمون در واقع اینجاست که من یه index.php اینجا گذاشتم. خب الان اگر من برم توی لوکال هاست، حالا به الان نشون میده چون کانفیگای من درسته، میخواستم بهتون نشون بدم که نشون نمیده ولی خب الان کانفیگای من چون درسته نشون میده. شما این بخش رو ندارید، اینجا فقط index.html و index.htm رو دارید. این بخش رو، این index.html رو اضافه بکنید و بیایید پایین. اینجا این برای شما کامنته، به این شکل آن کامنتش بکنید
و چند تا چیز رو باید تغییر بدید. یکی اینکه پورت اینو بذارید رو 9000، همون پورتی که برای سی جی آی مون گذاشتیم. ببینید اینجا باید این دوتا پورت با هم دیگه یکی باشه، همون پورت رو بذارید براش. و بعد اینجا برای شما احتمالا نوشته چی؟ اسکریپت نوشته، اینجوری نوشته اسکریپت، همچین چیزی باید باشه. و شما چی بذارید؟ شما این چیزی که من اینجا گذاشتم رو بذارید، داکیومنت روت رو بذارید و تموم شد. این کل در واقع کانفیگی بود که نیاز داشتیم ما انجام بدیم. خب و الان اگر شما لاگ اوت کنید از سیستمتون، بیاید اینجا و لاگ اوت بکنید یا ساین اوت بکنید، دوباره وارد بشید، اتفاقی که میفته اینه که هیچ اتفاقی نمیفته در واقع. یعنی شما هیچی اون پشت نمیبینید چون همه چیز داره اون پشت ران میشه. و کاری که میخواید بکنید، میخواید بفهمید که در واقع کار میکنه یا نه، اوکی یا نه، بیاید و توی پوش HTML تون یه فایل درست بکنید به نام index.php. اوکی. خب ببینید این index.html که اینجا میبینید برای خودش بوده، من یه جوری چیزش کردم که اینو نخونه، بیاد index.php رو بخونه. خب من یه فایل index.html index.php درست کردم و یه دونه هلو نوشتم و اینجا مثلا میذارم هلو حمید. اوکی. الان اگر شما رفته باشید بیرون و اومده باشید داخل و برید توی آدرس لوکال هاست و اینتر بزنید، باید این هلو حمید و حالا این هلو هر چیزی که نوشتید و ببینید. یا حالا یه کار دیگه که معمولا میکنن اینه که میان و چی قرار میدن؟ میان و میگن که PHP اکو کن PHP info. این کارم میشه انجام دادش. و اینجا اگه چیز کنید PHP info رو در واقع شما الان میبینید، info PHP. این هم از این. میگم فقط یه مقدار سختی کارش همین VBS بودش که باید این VBS رو بنویسید و بذارید توی استارتاپتون که هر وقت سیستم لود میشه این اسکریپت هم بای دیفالت ران بشه. تون پوش استارتاپی که دیدید شما هر چیزی رو میتونید بذارید. مثلا میخواید چه میدونم یه برنامه ایکسی دارید، میخواید هر وقت کامپیوترتون میاد بالا اون برنامه ران بشه، میرید ازش شورتکات میگیرید میذارید تو اون استارتاپ، هر وقت کامپیوترتون میاد بالا سریع اون برنامه پشت سرش ران میشه.